سلام. سلام. کی قرار بود از پنجره بیاد؟ باد کاری داشتی؟ سلام، من همسایه واحد روبرویتون. نه سلام، ببخشید، من همسایه واحد کنار واحد روبرویتونم. خیلی خوشبخت. چرا اینقدر میخندی؟ انشالله البته همیشه به خنده باشه. من فهمیدم که دیدم شما اومدین اینجا، اومدم رسیدم خدمتتون برای عرض تسلیت. ببخشید، برای فوت سیمین جون. خیلی زن نازنینی بودن، من خیلی ناراحت شدم از فوتش. واقعا ناراحت شدی؟ جدی؟ ولی همش داری میخندی. نه بفرمایید، من اینو خودم برای شما بر منه؟ بله. دست شما درد نکنه. من 2 تا غذا رو خیلی دوست دارم. یه دونه همین زرش پلوه، یه دونه هم مرسل پلو. سیمینو میشناختی؟ حالا بس دیگه، خواهش میکنم دیگه، شده دیگه، مرگ حق اتفاق. تو رو خدا اینقدر نخنده، هممون رفتنی هست، اینقدر عصبی نباشی.